بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز، در خدمتتان هستیم با چند دستور پرکاربرد از دستورات پیشرفته سیستم عامل لینوکس. در ادامه ویدیوی قبلی در این ویدیو ادوانس یونیکس کامندز یا دستورات پیشرفته سیستم عامل لینوکس را برایتان کار میکنیم. دستورات پیشرفته لینوکس قابلیت انجام کارهای مختلفی را دارد، از جمله تنظیم سطح دسترسی برای فایل ها و پوش های موجود، تنظیم سطح دسترسی پیشفرض برای فایل های جدید و پوش های جدید، تغییر مالکیت فایل ها، اشتراک فایل ها در بین اعضای گروه، ترتیب بندی فایل ها، انجام عملیات وارد کردن یا اینپوت و خروجی یا آوتپوت اطلاعات و غیره. لیستی از دستورات پیشرفته سیستم عامل لینوکس در اینجا آمده است و این امکان وجود داره که سطح دسترسی فایل ها را ما سطح دسترسی و داده هایی که در داخل فایل ها قرار داره را با واسطه محدودسازی سطح دسترسی با فایل ها محدود کنیم. انواع فایل های لینوکس، سه قسم فایل ها وجود داره که یکی اوردینری، دیگری دایرکتوری و اسپیشل فایلز. و سه دسته از کاربران در لینوکس وجود دارند. دسته اول یوزر، کسی که فایل ها را ایجاد میکنه و صاحب اون فایل یا اونر هم شناخته میشه. دوم گروپ، یک یا گروهی از افرادی که به فایل ها دسترسی دارن، اینا هم به عنوان یوزر گروپ گفته میشن. و بعد آدر، غیر از این دو گروه اگر کسانی دیگری به فایل ها دسترسی داشته باشن، اونا به عنوان یوزرهای با نام آدر شناخته میشن. چندین سطح دسترسی به فایل ها در لینوکس وجود دارد، از جمله اول رید هست، امکان بررسی محتوای فایل ها را به ما میدهد و می توانیم توسط از این لیست از فایل ها و دایرکتوری ها را ما مشاهده کنیم. سطح دسترسی بعدی رایت هست که برای تغییر محتوای فایل هست که در با این دستور می توانیم فایل های را ایجاد و یا فایل های را حذف کنیم. سطح دسترسی بعدی اکزیکیوت هست برای اجرای فایل ها به حیث یک دستور و توسط از این میتونیم فایل ها را داخل دایرکتوری ها و غیره مورد جستجو قرار بدیم. سطح دسترسی هایی که به یک فایل وجود داره توسط لانگ دایرکتلی لیستینگ یا همون LS که با آپشن L وجود داشت ما ببینیم. ما در دایرکتوری دانلودز قرار داریم. اگر ببینیم LS فایل هایی که در این دایرکتوری یا کوشه قرار داره. به طور مثال ما اگر بخواهیم که ببینیم در فایل newfile.txt کدام سطوح دسترسی توسط کدام افراد وجود داره، ما از دستور ls با آپشن L استفاده میکنیم و ببخشید در صورت که ما با کل فایل ها رو میبینیم و اگر بعد از آپشن L نام فایل مشخص رو ما بیان کنیم، در این صورت ما میتونیم فقط همون فایل را با سطوح دسترسی که برای از فایل در نظر گرفته شده ببینیم. با طور مثال ls new file با آپشن L در اینجا نشان میده سطوح دسترسی در اول قرار داره و این سطوح دسترسی همون رقم که گفتیم برای سه گروه از کاربران وجود دارد. سه کاراکتر اول برای یوزر با نام یوزر که بود و سه خانه بعدی برای یوزرهای گروپ و سه خانه سوم هم برای یوزرهای غیر این دو گروه وجود دارد و هر کاراکتر یا حرفی که در متن آمده بیانگر یکی از سطوح دسترسی می باشد که R بیانگر رید، X بیانگر اکزیکیوت و W بیانگر رایت می باشد. برای هر گروه تعداد کاراکترهایی که در اینجا وجود داره اینا نشان میده که چی سطوح دسترسی به این فایل توسط گروه وجود داره. مثلا برای همین فایل newfile.txt در بخش یوزر اصلی او صلاحیت رید و همچنان صلاحیت اکزیکیوت داره اما W نداره و این و می خاطر میبینیم که دسترسی رایت نداره. اما برای یوزرهای گروپ برای این فایل
هم رید میتونن، هم رایت میتونن و هم اکزیکیوت. و برای other users هم هر سه سطح دسترسی وجود داره. چنانچه که شما در اینجا میبینید زمانی که ما از دستور ls با آپشن l حالا تمام فایل های دایرکتوری و یا فایل مشخصی را ما با دستور فراخوانی میکنیم برای ما نشان میدهد و این مشخصات. قسمت اول داش که هست، فایل تایپ هست و بعد همونطور که برایتون نشان دادم این کاراکترهای بعدی مجموعاً پرمیشنز یا سطوح دسترسی را برای او سه گروه نشان میده. بعد از او عدد یک یا یک عدد دیگری که آمده او لینکس هست، تعداد لینک هایی که در این فایل وجود داره. کلمه بعدی اسم هم صاحب فایل یا اونر هست. بعد از او اگر گروپی در گروپی به اشتراک گذاشته شده باشه نام گروپ هست. بعد سایز فایل هست. بعد تاریخ آخرین تغییراتی که روی فایل آمده و بعد از او خود نام فایل می باشد. چنانچه که اینجا می بینید سطوح دسترسی، تعداد لینک ها، نام کاربر، اندازه فایل، تاریخ آخرین تغییرات و همچنان در آخر نام همون فایل وجود دارد. خب در صورتی که ما بخواهیم تغییراتی روی سطوح دسترسی به یک فایل بیاوریم با استفاده از دستور chmod یا change mode استفاده میکنیم. برای changing file access permissions استفاده میشه برای تغییر سطح دسترسی به یک فایل. و از ساینتکسی که برای این بیان شده chmod آپشنی که شاید ما استفاده کنیم و بعد از او مود یعنی همون سطح دسترسی بیان میکنه و هم بعد از اون نام فایل را ما نوشته میکنیم. مثالی که در اینجا آورده است chmod 751 a.txt که نام یک فایل است. مثلا در صورتی که بخواهیم فایل new file.txt که داشتیم را یک سطح دسترسی دیگری برایش مشخص کنیم ما از دستور استفاده میکنیم chmod بعد سطح دسترسی که ما میخواییم مثلا 444 بعد نام فایل new file.txt. در صورتی که ما این فایل سطح دسترسیش دوباره مشاهده کنیم میبینیم که تغییر کرده است. ls با آپشن l و نام فایل new file.txt. در اینجا ببینیم که چون ما 444 گفتیم پس برای یوزر هم فقط رید هست، برای گروپ هم و همچنین برای other users هم فقط همی هست. و سطح دسترسی را هم ما میتونیم توسط اعدادی که بیانگری سطوح دسترسی است و همچنان با حروفی که نشان دهنده این سطوح دسترسی است ما معین کنیم. مثلا در این مثال ما میخوایم که به جای این اعداد از حروف استفاده کنیم. پس نوشته میکنیم chmod سطوح دسترسی که ما میخوایم با حروف اینجا نشان بدیم. مثلا برای یوزر میخوایم سطح دسترسی رایت را علاوه کنیم. بعد از کامل بلا فاصله برای گروپ سطح دسترسی مثلا رید را میخوایم اضافه کنیم و بعد برای آدر میخوایم سطح دسترسی اکزیکیوت را ما فعال کنیم. بعد نام فایل را نوشته میکنیم انتر ls با آپشن l new file. خب ببینیم که سطوح دسترسی طبق چیزی که ما خواستیم برای آن اعمال شد. و این سطوح دسترسی نظر به آپشن ها و مود هایی که ما بیان کردیم اعمال میشه. در این دیسکریپشن ببینین U بیانگر یوزر یا اونر فایل هست، G بیانگر گروپ هست، O بیانگر آدر هست، A و A در صورت که ما از A استفاده کنیم تمام یوزرها یا کاربرها را در بر میگیره، اهمی از یوزر اونر، یوزر گروپ و یوزر آدر. با علامت مثبت همونطوری که در دستور دیدید ما برای اضافه کردن
کردن یک سطح دسترسی از او استفاده میکنیم و علامت منفی به خاطر که ما بخوایم یک سطح دسترسی را از یکی از یوزرها حذف کنیم استفاده میکنیم و مساوی هم برای اساینینگ یا قیمت دهی همون سطوح دسترسی. خب و مودها را همونطور که گفتیم هم میتونیم توسط اعداد و هم توسط حروف مختصر شده از اینا نشان بدیم. سطح دسترسی رید با عدد 4، سطح دسترسی رایت با عدد 2 و سطح دسترسی X با عدد 1 نشان داده میشه. مثلا در این مثال اگر ببینیم CHMOD U منفی X G منفی W مثبت X O مثبت W X نام فایل هست. در این قسمت برای یوزر X منفی شده، یعنی سطح دسترسی اکزیکیوت از او برداشته شده. برای گروپ سطح دسترسی W یا رایت برداشته شده، اما سطح دسترسی X یا اکزیکیوت علاوه شده و برای other users هم سطح دسترسی رایت اضافه شده و همراه سطح دسترسی اکزیکیوت. دستور بعدی که از دستورات پیشرفته سیستم عامل لینوکس میخوایم برایتان کار کنیم set the default permissions هست. ما در صورت کل زمانی که فایل را ایجاد میکنیم برای سطح دسترسی به آن برای هر گروهی از یوزرها یا کاربران یک سطح دسترسی پیشفرض در نظر گرفته شده و هر فایل جدیدی که ایجاد شود با همون سطح دسترسی ایجاد میشه. در صورتی که ما بخوایم این سطح دسترسی را تغییر بدیم باید از دستوراتی استفاده کنیم تا دستورات پیشفرض از دستورات استفاده کنیم تا همون سطح دسترسی پیشفرضی در نظر گرفته برای فایل ها. در صورتی که از یو ماسک استفاده کنیم ماسک و بدون فاصله بعدا انتر را بزنیم نشان میده که به فایل های شما به طور پیشفرض روی دسترسی 333 وجود داره و صفر اول بیانگر از است که اعدادی که اینجا میآید اعداد اکتال یا بر پایه 8 هستند. و اگر مثلا سطح دسترسی را 7 تعیین کنیم UMSK 777 و در صورت که بعد از این ما یک فایل جدید ایجاد کنیم تاج مثل new.txt و در صورتی که مشخصات از این ببینیم ls l new.txt ببینید سطح دسترسی برای فایل های جدید با دستور UMS که بعد بدون فاصله انتر که دیدیم سطوح دسترسی فایل های جدید 777 است. دستور بعدی که میخوایم از دستورات پیشرفته سیستم عامل لینوکس برایتان کار کنیم دستور CHOWN هست برای Changing File Ownership. شما همونطور که میدانید فایل در اول توسط هر کی که ساخته شد اونرشیپ به همون یوزر تعلق میگیره، اما در صورتی که ما بعداً بخوایم یه اونرشیپ را از یک یوزر و یوزر دیگر تبدیل کنیم از این دستور استفاده میکنیم CHOWN بعد R در صورتی استفاده میکنیم از این آپشن که بخواهیم فایل ها و همچنین سب دایرکتوریزی که داخل این دایرکتوری قرار دارن همین اونرشیپ یا تصاحب جدید را در خود بگیرن و نیو اونر نام یوزر جدید را نوشته میکنیم و بعد شارحه بعد نیو گروپ در صورت که بخوایم در کدام گروپی به اشتراک گذاشته شود و همچنین فایل نیمز فایل هایی را که ما مورد نظر داریم تا این تغییر تصاحب روی اونها اجرا شود. آپشن هایی که در اینجا گفته شده R هست. R برای اینکه همونطور که گفتیم روی سب دایرکتوریز و فایل های داخلی اونها اجرا شود. نیو اونر نام صاحب جدید، نیو گروپ در صورتی که بخوایم در یک گروپی را اساین کنیم و فایل نیمز فایل هایی را که ما میخواهیم این دستور روی از اجرا شود. و طبق این دستور زمانی که ما بخواهیم همچنین تصاحب و همچنین گروپی که از او اساین میشه را همزمان تغییر بدیم، یادتان باشه که باید بعد شارحه فاصله وجود
نداشته باشه. دستور بعدی دستور GROUPS هست یا گروپس برای دیسپلینگ گروپ ممبرشیپ. ببینیم یوزری که یکی از یوزرها یا یوزری که ما استفاده میکنیم در کدام گروپ ها شامل هست، از این دستور استفاده میکنیم. ساینتکس اونم گروپس بعد نام یوزر، در صورت که اگر یوزرهای بیشتری هم باشه از این ساینتکس میشه استفاده کرد. خب یوزری که ما فعلا استفاده میکنیم m.latif عرفانی هست. برای که ببینیم در کدام گروپ ها هست از این دستور استفاده میکنیم groups بعد m.latif عرفانی. ببینیم در این گروپ فعلا عضویت وجود داره. با تشکر از توجهتان. دستوراتی که میخواستیم در قسمت تمام میشه. خدا حافظتان در پناه خدا باشید.